دیده ام دیل ریزه های که ردیفی دیل نشد، صاحب عنوان فزون دیدم یکی فاضل نشد. زندگی گر اوستادی ما توی به پردگوی، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. این بینید این شعر استاد لایق شیرالی است و بسیار هم به مورد گفته شده است. یعنی در یک مکتب وقتی که تحصیل میکنی همه یو عالم و مدرس نمی شود. هر کی برای زندگی خود یعنی که راه میگیرد، پیشه میگیرد و زندگی خود را دوام میدهد. بنده نیز در مکتب تحصیل کردم که مرا آورده به قله‌های بلند رساند و امروز افتخار میکنم که محبوب مردم شریف تاجیکستان هستم. من 19 ایون سال 1948 در دهه سنگانل سابق ناحیه دشت جم به دنیا آمدم و سال 1958 با امر تقدیر مردم اون وادی را یعنی که مهاجر کرده با ناحیه مسکو حاضره میر سعید علی حمدانی آوردند و بنده نیز همراه پدر و مادر و اهل و بیت ما نیز به مکتب رقم 27 به نام افناسیف آمدیم و تحصیل را در اینجا ادامه دادیم. در دوام تحصیل در مکتب من که از خردی با پدرم معلم بودند، شعر می‌خواندند، می‌نواختند. برادرم شیرالی هم بسیار دوتا رو خوب می‌نواخت. من از خردی همین خیلی بسیار زیرکی می‌کردم و آنها چشمیده از آنها همین نواختن دمره و طبله و دیگر چیزا رو یعنی که می‌آموختم. و در دوره مکتب خانه در پروژه خودفعالیتی مکتب اشتراک می‌کردم و یک روز دیرکتور مکتب اعلان کرد که فردا در مرکز ناحیه یعنی از نظرگذرانی خودفعالیتی می‌شود و مکتب ما نیز برآمد دارد. بعد مرا نیز در قطار دیگر هوشکاران گرفته به مرکز ناحیه آوردند و در تئاتر خلقی برآمدها کردند و نوبتی مکتبی ما شد. وقتی که مرا به صحنه دعوت کردند در هیئت حکمان استاد آدینه هاشمی می نشستند، آرزو دوستی می نشستند، اپای گلچهره می نشستند، استاد عبدالسلام رحیم می نشستند و بهاگذاری می کردند. و وقتی که نوبت به من رسید من سرود لاهوتی را دیدم. من در چمن یک آشیانی پرصفای بلبلان همین را یعنی که زمزمه کردم و با کفکویام را یعنی که استقبال کردم و بعد از خاتمه مرا استاد آدینه هاشم نزد خود خواند و گفت که پسرم گفت بسیار آواز لحنی تاجیکانه خوب دارد و چی می شود که با کمک ما یعنی که شما آینده به شهر دوشنبه روان کنیم. من گفتم که من تیار هستم، چیزی که شما هدایت میکنید. خلاصه که با هدایت استاد من سال 1964 به آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه حاضر کالجی به نام استاد احمد باباقلوف یعنی آمده داخل شدم. همراه خال احمد مجیدوف، همراه قدرت‌الله یحیایی و بسته‌کاری بسیار ماهر تاجیکستان همراه می‌خواندیم. بعد از ختم آموزشگاه سال 1968 مرا با کنسرواتوریای شهر تاشکند راه خط دادند و پدرم گفتند که در نزد دانشگاه آموزگاری به نام تراس گریگور شevchenko بود سالا حاضر استاد عینی همونجا فاکولته صنعت شده است. بچه‌م میره در این فاکولته صنعت میخونی. خیلی من دیگر با هدایت پدر یعنی حجت‌ها رو گرفته با دانشگاه آموزگاری فاکولته صنعت سپاریدم. یعنی ما در چهاربینی‌های دانشگاه و بیرون از آن اشتراک میکردیم. الکی من و مستانه ارگشوا که هنرمند خلقی تاجیکستان است هر ما را یعنی که فیلارمونی دولتی
استفاده می‌برد، یعنی که از درس‌ها جواب می‌گرفت و با کنسرت‌ها و با دیگر چیزا یعنی که راه بلدی می‌کردند. در بین مردم علاقه ما یعنی که معلوم گشتیم. در دوره دانشجویی یک تا فستیوال جوانان و استودنتان در خود مملکت عربستان شد. کمیته کمسمال دانشگاه لازم دانست که بنده را به همین فستیوال یعنی که روان کند. من در فستیوال در سوریه در همونجا در شهر دمشق اشتراک کردم، فعالانه یعنی که برآمد کردم و با سری بلند به وطن برگشتم. بعد از ختم دانشگاه آموزگاری باز به ناحیه مسکو حاضر میر سعید علی حمدانی به کار یعنی که روان کردم. فعالیت کاری من در مکتب موسیقی اول شروع شد. من به حیث آموزگار کار میکردم و آهسته 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 دیرکتوری مکتب تعیین کردند و سال 1975 در این دوره با همراهی تئاتر خلقی یعنی که با سفرهای هنری می‌برآمدیم و سال 1975 استاد آدینه هاشمی را به تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلوب به نام ولیزاده روان کردند. مرا لازم شمردند که راهبری بدیعی تئاتر خلقی ناحیه یعنی که فعالیت کنم. من قریب 10 سال در تئاتر خلقی راهبری بدیعی فعالیت کردم. در این دوره من با ناحیه ها و شهر و تابع جمهوری تاجیکستان سفر هنری داشتیم. در این وقت هیئت ایجادی ما به مملکت همسایه افغانستان سفر هنری داشتیم و بعد از این باز با امر تقدیر من گشته با مکتب موسیقی رفتم، هم در مکتب موسیقی فعالیت داشتم و هم در تئاتر خلقی. در این دوره من با جمهوری برادری ازبکستان، جمهوری برادری قزاقستان، جمهوری بلاروسیه، شهر مسکو در چاره‌بینی‌های یعنی که فرهنگی یعنی که من اشتراک میکردم. با امر تقدیر سال 2003 به فکرم با دعوت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرا راهبری بدیعی انسامبل دریا دعوت کردم به کار. یعنی من با طریق گزارش آمدم در انسامبل دولتی دریا همچون راهبر تعیین شدم و در اینجا فعالیت را با هنرمندان بسیار خوش سلیقه جمهوری تاجیکستان سر کردم. با هنرمندان کسبی کار کردن کاری آسان نیست. در دوره‌ای که من در تئاتر خلقی کار میکردم سال 1994 سالهای بسیار وزنین تاجیکستان بود. در همون سال فستیوال عمومی جهانی در شهر زاکاپان شهر پولشا مملکت پولشا یعنی که برگزار شد. هیئت کلکتیو تئاتر ما رو وزارت فرهنگ به نظر گرفته ما رو با اونجا راحت دادند و با کمک و دستگیری و بسیار شخصی ساحه صنعت شادروان عبیدالله رجب ما به شهر زاکاپان شهر مملکت پولشا روان شدیم و خوشبختانه در این فستیوال 26 مملکت جهان اشتراک کرد. در بین 26 مملکت جهان تئاتر خلقی ناحیه مسکو حاضر حمدانی صاحب مکافات تبرشه طلایی شد. تمام مردم ناحیه مسکو با تبلک دایره و رقص و بازی و نان و نمک یعنی ما را پیشواز گرفتن و آغوش گرفتن که ما شهرت هم ناحیه را و هم شهرت تاجیکستان عزیزمان را بلند برداشتیم. در دوره‌ای که در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتم مرا باز از انسامبل دریا به انسامبل دولتی فلک به حیث معلم گذرانیدند و در دوره فعالیت انسامبل فلک من را با دعوت مملکت همسایه افغانستان یعنی که سیمپوزیوم بین المللی موسیقی صوفیانه در شهر کابل برگزار شد. ما را با آنجا دعوت کردند.
من با همراهی عمر تیمور، ایوبی و هیئت دسته هایی که می نواختند، فرزند من سلیمان، خب رحمت الله بسیار نینواز، جمعه خان رباب نواز، یعنی که ما سفر هنری داشتیم به مملکت همسایه افغانستان و در مملکت افغانستان در شهر کابل تمام مملکت های فارسی زبان روی دنیا در این فستیوال، در این سیمپوزیوم برآمد داشتند. در این فستیوال هنرمندی مردمی تاجیکستان میرزاوطن میروف و استاد تبروف که آنها در اونجا با یک نمایشنامه در کار مشغول بودند، اینها در این نمایشنامه ما اشتراک کردند و وقتی که نوبت به بنده رسید من از ایجادیاتی فقط بیدیل و صنایع و جامی و حضرت حافظ یعنی که خواندم و بسیار هم با اشتغال خوب مرا قبول کردند و با سری بلند ما نیز از افغانستان باز به مملکت تاجیکستان عزیز برگشتیم. یعنی بعد از به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان عزیز ما، یعنی فلک ما فلک شاد شد. دیگر ما از غم و اندوه، از فراق دوری و از دیگر چیز نمی نالیدیم، فقط فلک شاد می خواندیم. فلک شاد بعد از استقلالیت یعنی که همین خیلی برعلا انا قبول شد که انسامبل فلک رو انسامبل دولتی مقام دولتی داد جناب عالی. فلک یکی از بزرگترین میراث قدیمه نیاگان ما هست که امروز ورد زبان تمام عموم جهان گشته است. بعد از فعالیت کار کمیته تلویزیون و رادیو من در برابر کار کردن مرا باز دعوت کردم به کنسرواتوار ملی به نام طلب خوجه ستارов، یعنی در اینجا هم من به شاگردان درس میگفتم. برای گرفتن جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، یعنی که مرا با عنوان جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی یعنی که سرفراز گرداندن که من از دستی جناب عالی من این عنوان را با افتخار گرفتم و افتخار میکنم که امروز در بین هنرمندان یعنی که تاجیکستان عزیز من هم قدم زده ایستادم. من افتخار از این دارم و امروزها بعد از نفقه برآمدن در کنسرواتوار ملی من با حیث پروفسور کاتدرای سرودخوانی عنعنوی فعالیت دارم و در این مدت من چندین شاگردها را تربیت کردم که در مؤسسه های گوناگون فرهنگی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارند. در خود فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشم، در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان، در خود کنسرواتوار ملی تاجیکستان، خب در شهر و ناحیه ها، در ناحیه درواز، در ناحیه خب ایشکاشیم، من امروز با افتخار از اینقدر پیشروی ها و اینقدر گل شکفتن های تاجیکستان عزیز باز هم الهام گرفته ایجادیات خود را ادامه داده ایستادم و با قسم خوردم که تا دمی که قطره خون در بدن دارم برای وطن، برای تاجیکستان عزیزم خدمت خواهم کرد. استاد عزیز، امروز که شما یکی از اون نفرانی هستید که ترانه‌گر و ترغیبگری سرود و موسیقی اصیل و سنتی مردمی تاجیکستان می باشید و حس میکنیم که همه وقت باز در جستجوی یک سخنی نو هستید و یک شعری نو هستید و در آفریدن آهنگ‌های جذاب قرار دارید. دائما وصف وطن میکنید، وصف صلح و دوستی میکنید، وصف محافظت کردن و حفظ کردن یک پارچگی سرزمین تاجیکستان میکنید. شکرگزاری از وحدت و استقلالیت دولتی تاجیکستان میکنید و کلبار اشعار شما در خزینه فرهنگی تاجیکستانی ما یک گنج بی‌بها میباشد. یک سرود میخوانیتون بسیار آهنگ جذاب است که میگوید بر مردم بیننگ وطن حیف است. وقتی که این یک مصرع را میخوانید الکی در دل شنونده یک حسی بلندی وطن دوستی، یک حسی بلندی خودآگاهی پیدا میشود
хурсанд аз он мешавад ки ман чунин ватан дорам. ин ватанро ман бояд барои нафъи ин ҷамъият софдилона хизмат кунам. як ҳиссаи муносиб барои пешрафти ин тоҷикистон намоям. ва ҳамин хел сурудҳои шумо бисёр аст ки ҳар як сурудаатон як меҳру муҳаббат ба зиндагӣ ба ватанро боз ҳам баландтар мекунад дар назди тараннум мекунад дар назди тамошобинону шунавандагон. бештар бо жанри фалак сару кор доштед. ҳар як сурудаи шумо бӯи фалака мекунад, аз он нидои фалак мебиёяд. оё гуфта метавонем ки як ду поясудунҳои сурудҳои мардумӣ ҳастанд ки яке жанри шашмақом асту дигари жанри фалак. ҳамин пайвандгар алоқамандии ҳамин ду жанрро шумо дар чӣ мебинед устод? ва чуноне ки ман қайд карда будам, шашмақом низ мақоми давлатӣ дорад ва маҷмуаи юнеско низ инро пазиру ва қабул кард. фалакро низ қабул кард. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми тоҷик кӯҳантарин миллате ҳаст ки хуб 6-7 ҳазор сол пеш аз ин, яъне ки ҳамин чизо оҳиста омада аз даҳон ба даҳон, аз даҳон ба даҳон омада имрӯз ба мо расидан. жанри ҳам шашмақом ва ҳам жанри мусиқии фалакро идома дода истодаем ва мо боз вазифадор ҳастем ки инро мерос ба шогирдони худ боқӣ гузорем ва шогирдони мо низ аз худ мерос ба дигарон гузоранд. ҳамин аст, яъне ки сеҳри баланди мусиқии ҳам суннатии шашмақом ва ҳам мусиқии суннатии фалак. устод, дар давоми ҳамин суханҳо ҳам як чизи дигарро гӯям ки шумо мебинем ки аз ашъори шоирони муосир ҳам сару кор мегиред. аз он ҷумла аз шеърҳои муҳаммад ғоиб мехонед, аз бо давлат сафар сару кор доред, шоири бисёр номи мо, бо али муҳаммади муродӣ сару кор доред ва бо оҳангсозону композиторон ҳам як равобити зичу алоқаи фарҳангӣ доред. аз он ҷумла ман барои чӣ ба ёд овардам ки ин мисрае гуфтам ки бар мардуми бенанг ватан ҳайф аст. ҳатто шунида будам ки фато одинаев ҳамин суруда шунидаасту гуфтааст ки чӣ ба ҳамин оҳанга ман эҷод накардам, барои чӣ ман эҷод ба ҳамин хел рашки ҳунарӣ кардааст. оё ҳамин суханон ростар устод? бале, ман бо бастакорон абдулфатҳо одинаев, хайрулло абдуллоев, хоб шарофиддин сайфиддинов, имрӯзҳо бо қудратулло яҳьёев, бо амирбек мусоев, яъне ки ҳамкорӣ дорем ва ҳар як мусиқие ки ман эҷод мекунам албатта аз пеши назари ин бастакорон мегзаронам, баъд пешкаши тамошобин мекунам. اون سالا در ناحیه مسکو زندگانی میکردیم. بعد در 2 ماه 3 ماه یک بار بعد ثبت آواز می اومدیم رادیو. بعد اومدن شب ما را فقط شب وقت میدادن، روز کارکنای خودشون کار فعالیت داشتن. شب قریب 5-6 سرود می نوشتیم در رادیو. بعد همین در همون تالار رادیو ثبت آواز داریم که شادروان عبدالفتاح آدینایف از بالا در سلی پولت مرا گوش کرده ایستاده است. بعد خیلی ما سر کردیم یکی از همون بالا فتاح آدینا همون و جوقیدو گفت که فیضعلی حسن سلام علیکم. گفتم که سلام علیکم استاد، ما خیلی شادیم که شما را دیدیم. گفت که من افسوس میخورم که همین آهنگ من نیست، این بهای بلند است. و چی سرودی که من ایجاد میکردم همین اومده همین سرود رنگ والس رو میگرفت، یعنی والس. همین سرودهای من قریب که همش والس های. بعد فتاح آدینا گفت که فیضعلی حسن از امین روز اعتبارا شما فیضعلی نه، شما والسلی. سلامت باشید. استاد عزیز، درباره خاطره از پدر و مادر کمی قصه میکرده. چنانه که من در اول گفتم، خاطره هایی که از خردی من یعنی که فعالیت رو سر کردم، به همگان معلوم است که پدر و مادر عزیزترین و عزیزترینی میوه
انسانیت است. و مادر من هم بسیار مادری غمخوار بود، مرا بسیار دوست می داشت. پدرم نیست همین خیل. من درباره پدر یک چیز میخوانم مازیر. این رو مخدوم قلی ترکمنستان گفته است. امیرا وقتی که من روزهای فرهنگی تاجیکستان در ترکمنستان شد، همونجا مرا دادند، من به زبان تاجیکی یعنی که ترجمه کردن مرا دادند. میگه که جنت طلبی طلب دعای پدرت، صد بوسه بزن به پیش پای پدرت، با امر خدا برابر است امر پدر، راضیگی حق شما رضای پدرت. ببین این قدر پدر و مادر این قدر. یا که سروده که از استاد محمد غایب من میخوانم به همگان معلوم است. جان مادرم در پیشی چشمان مادرم، گهواره جنبان مادرم، مارانی گهبان مادرم. جان مادرم در پیشی چشمان مادرم. من مدتی 10 ساله هاست که مخلصی اشدی هم بگویم می شود فیض علی حسن می باشم. همین را گفتنی هم که از نام خوشت فیض علی فیضی سحر آید، از پنجه و دستان تو بوی هنر آید، گر بلبل خوشنوا شنید خوانش تو، چون طفل گناهگار به پیش پدر آید. استاد عزیز، یک سوال داشتم اگر اجازت باشد. شما برای چی سراینده شدید؟ برای پول، مشهور شدن و یا از هوس دل؟ و اگر سراینده نمیشدید کی میشدید؟ هر یک انسان تقدیری الهی دارد، اما تقدیر وی را به راه یعنی یکی کهکشان میبرد. من راستی گپ از خوردی ذوقی سرایندگی را پیشه کردم و این است که امروز به این مرتبه به این راه یعنی که آمده رسیدم. راست گفتید که بسیاری ها میخواهند که برای شهرت پیدا کردن آوازخوان شوند یا که برای مبلغ کلان جمع کردن آوازخوان شوند. این تماما خطای محض است. سراینده که عشق وطن در دل ندارد اون را من سراینده نمیگویم. سراینده که گذشتگان خود را یعنی کلاسیکان خود را از بر نمیداند اون را من سراینده نمیگویم. متاسفانه امروزها در ما همین خیلی سراینده ها جا گرفتن که اگر بگویی که یک شعر از لاهوتی یا که از فرخنزاده یا که از حضرت رودکی یا که از حضرت حافظ نمیدانند. شعر خودم آهنگ خودم میسرام. برای همین ما وظیفه داریم که شما جوانان را در روحیه وطن دوستی تربیت سازیم که وطن را ما آباد کنیم. چنانه که جناب عالی میگوید وطن ما را خودی ما آباد میکنیم، دیگر آدم بیگانه آباد نمیکند. یعنی ما سازندگان جامعه امروزه مملکت صاحب استقلال تاجیکستان هستیم. استاد، استعدادهای نو میتواند صنعت و هنر بخصوص فلک را در آینده استوار نگه دارند؟ میتواند. برای چی؟ چنانه که من قید کردم امروزها در با سفارش جناب عالی در تمام شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان یعنی که انسامبل های فلک وجود دارد. این یک. دوم، در دانشگاه صنعت تاجیکستان، در کنسرواتوار ملی تاجیکستان، خب در کالج های موسیقی، در مکتب های بچگانه موسیقی شعبه آوازخوانی عنعنوی تشکیل کرده شده است. اگر شما شاهد شده باشین دیروز جوانای ما، یک گروه جوانای ما در خود امریکا برآمد کردند. همه اینا جوان بودند. سبک فلک رو چقدر خوب خوندند. با جهانیان یک بار دیگه اثبات کردند که تاجیکا انا خیلی هنر دارند. من باوری دارم که جوانهای امروزه تاجیکستان ناموس و ننگ بلندی وطن دوستی دارند
و فلک رو به فلک ها برده میرسانم. در وصف استاد آدینه هاشیموف یک 4 مصرعی گفته شده بود: هر مرد که از نسخه قاسم باشد در صحن غزل سرایی دائم باشد، از بحر سرودن دل و نیت خلق حافظ باشد، آدینه هاشم و فیضعلی حسن باشد. در حقیقت با آن لحنی که شما آدینه هاشم سالهای طولانی فعالیت ایجادی سراییدید، این به مثل یک مردم رو تبابت میکند. شما بسیار یک قهرمان لطیفه ها هستید. بسیار این رو من میدانم که بافته و تافتن او همون در حیات از جانب شما در واقع هم با وقوع پیوستگی هستند. از همون لطیفه هایی که در ادبیات کلاسیکی است، این لطیفه هایی که در حیات شما با وقوع است، از ویو در نمکینه، از وبا شنیدن باب و خواندن باب است. از این لحاظ خواهش میکنم اگر خلافی کمتر شما در ناخوش ناید، اگر از این فرصت استفاده برده 1-2-3 لطیفه بسیار نمکینتون رو قصه میکردید در همین محفل. درباره فیضعلی حسن قصه ها و لطیفه ها خیلی زیاد است. من از این چیز ملالی ندارم، چون که هر کس رو هم این خیلی لطیفه نمیگویند. فقط اما چی حادثه و چی شوخی هایی که در تاجیکستان گذشته باشد در گردن فیضعلی حسن بار میکنند، یکی ما با گردن میگیریم. شادروان سید بخاری مجید فهمیدونند، یک عمر سرداری ریاست فرهنگ و بعد سالهای آخر دیرکتور فیلارمونیا نیز کار میکردند. خیلی ما هر دو یک جا کلان شدیم، یک جا بابایی رسیدیم، یک جا آمدیم خواندیم. در همین دوشنبه یک روز مرا یک آدمی رفیقم دعوت کرد خانه‌اش مهمانی. بعد من گفتم که سید بخاری همراه من همراهی میکنی؟ من تنها نمیروم. گفت خیلی میلش. و هم همین رحمتی همین چیزا را بسیار دوست می‌داشت. بعد رفتیم که خیلی مردکی مهمان نواز بسیار یک دسترخوانی بسیار عالی گسترده، بعد جام‌های بلوری، قاشق‌های طلایی، شاخه‌های طلایی. صاحب خانه یک مدره میگه خیلی مهمانا خوش آمدین، مرحمت کنین. با مدره میروه، آشخانه میروه یا که دیگر خانه میروه. بعد همین سید بخاری همین خیلی نگاه میکنه، این خیلی او خیلی نگاه میکنه. من بدل گفتم که همین سید بخاری با فکر میامی و اون شمه برداره که کی هم تریشید یک قاشق طلایی را گرفت در کیسه‌اش ماند. بعد من خجالت شدم راستی گفت. من گفتم که همین صاحب خانه ببینه شرمنده میشه. بعد خیلی اومد با یک بار دیگه خوش آمدید گفت، یک پیاله شو قدیمو گرفت و گفت من رفته کوی ببینم آشکای میپزد. همین رفتم من گرفتم گفتم که یکم فیضعلی حسن به قاشق طلایی برای این گپ دروغه، باید من هم بگیرم. همین قاشق طلایی را گرفتم در کیسه‌ام زدم که صاحب خانه در اومد. ای اکوی فیضعلی ما این خیل از شما باری نداشتیم، شما این خیل ما شما را نان و نمک. بعد من از ورطه وزنینی باید برم کو. من گفتم که برادر عزیز ما در برابر هنرمند بودن و چشم بندی هم داریم. بعد میگه کنی کوش خیلی چشم بندی. این همین قاشق طلایی را میگیریم در کیسه خودم میزنم، از کیسه سید بخاری بگیرش. رفتار و آداب تماشابین شنونده رو شما چی بها میدید؟ خیلی که معلوم است من شاگردی استاد آدینه هاشم بودم و حاضرم هستم. گرچنده که مکتب خاصی خود را دارم، اسلوب سبک خاصی خود را دارم، لیکن وای استاد است برای من. و دوم که من با شاعران معاصر امروزه، با محمد غایب، با دولت سفر، با علی اکبر عبدالله، علی محمد مرادی پیوسته کار ایجادی داریم. دولت سفر میگه که آهم به 1000 تافتن زر نشود، 100 نامه برد زاغ کبوتر نشود. خاکی که از آن گوهر و طلا روید، با خاک وطن هیچ برابر نشود. برای همین مقدسترین
والاترین نعمت دنیا برای انسان این وطن است. وطن رو کسی دوست می‌دارد از صدق دل و مهنت میکند و یک گوشه وطن رو آباد میکند. ما وظیفه‌دار هستیم که تا روز که هستیم برای ملت خود، برای وطن خود خدمت کنیم. موسیقی و شعر در تربیت جوانان امروزه ما چی مرتبه و آهنگ دارد؟ سلامت باشید. موسیقی و انا غزل و یعنی که نظم این طالعاً با هم موافقند. اگر موسیقی با همون انتخاب شعری کرده موافق نباشد و معنی را نمی‌دهد و تاثیر را بر شنونده نمی‌دهد. برای همین چنانکه که معلوم است من در سالهای اخیر رو آوردم فقط به شاه بیت هایی که یک شاه بیت جواب 2-3 غزل می‌دهد. همین خیلی معنی کلان دارد. برای همین من یک مثال میارم. این در حقیقت واقعا هم شیرگی است. 1-2 سال پیش در یک معرکه ما رو دعوت کردند در سحر آشی نهار. خیر رفتیم در بالای کت ما نشستیم. خب سر کردیم. همین رو پروی من شما برین یک مردی خیلی سالاری سال خورده تخمینا 70 ساله برین. همین رو پروی من شیشت. همین 2 ساعتی که من بزم کردم اون مردک فقط گوش به آواز منو به همین تأثیری سرودهای من بود. وقتی که ما خیلی تمام کردیم بزم رو بعد از جا خیست بسیار اظهار تشکر کرد، اظهار مینداری کرد. گفت 1000 رحمت حکای فیضلی به این سرودهای خواندگی و به این شعبتها. من خود معلمی سابقه دار هستم. در همین 2 ساعت من یک مکتب دیگر رو تمام کردم. اینقدر شعر و با معنی مردم رو تربیه میکند. هنر و صنعتی که در دل شما بود آن را در این جاده توانستید برای کشف کنید؟ من گفتنی هستم که چند وقت و چند سالی که من به ملت عزیزم خدمت کردم اولیم بسنده نیست. یعنی من در پیش باز مقصدهای زیادی دارم. در پیش مقصدی دارم که برای اهل جامعه، برای اهل زیایی، برای اهل مردم سخنسنج یک برنامه کنسرتی تاریخ زنده برآمد کنم. امروز بازخوانی سرودها خیلی زیاد شده است که حتی با شعر و سرود و آهنگ‌های دیگران خود را مشهور میکنند. شما درباره این بازخوانی‌ها چه عقیده دارید؟ من چندین بارها در برنامه‌های تلویزیون و رادیو صحبت‌ها هم گفتم و باز هم میگویم که هنرمندی که تقلید میکند تقلید عمری دراز ندارد و بسیار جوانای ما نه بلکه از هنرمندای تاجیکستان و هنرمندهای ایرانی و افغانی و خب هندی و دیگر هنرمندا یعنی که تقلید کاری میکنن که این به فکر من عمری دراز ندارد. هر یک هنرمند باید که سبک و اسلوب خاصی خود را داشته باشد. یک سرود هم که خواند سرودی با معنی باشد، یک سرود هم که خواند سرودی خواند که جامعه را تربیت کرده تواند. برای مکتب خاصی خود را داشتن، برای سبک و اسلوب خاصی خود را داشتن بسیار مطالعه کردن در کار. از شعرهای شاعران کلاسیک، از شعرهای شاعران معاصر استفاده باید کرد و هر یک سرود را و هر یک آهنگ را از پیش نظری استاد گذراندن در کار. وقتی که وی اصلاح میکند و درست میکند این یعنی که یک مقصد اساسی را دارد. اما سرود، اما آهنگ طبعاً وابسته است و اون سرود وقتی که صدا میدهد شنونده این را با خوبی قبول میکند. متاسفانه امروز بعضی حافظان ما جوانان مخصوصاً سرود را انتخاب میکنند آهنگش از یا هندو است یا از افغان است یا از دیگر. این تاجیکستان ملت تاجیک اینقدر کهن بنیاد است، اینقدر تاریخی کهن دارد. چی با ما از همین عبرت نگیریم؟ برای
مشهور شدن در بین عامه بسیارتر زحمت کشیدن در کار، بسیارتر مهنت کردن در کار، بسیارتر شبها خواب کردن در کار نمو، در سر اسباب شیشتن در کار، در سر کتاب شیشته ورق زدن در کار. یک چیز رو بعد به دست میاری و یک چیز میشوی. با فکر شما آیا معاصر گشتن فلک کلاسیکی تاجیکی در عصر نو مهم است و معاصر شدن فلک تا کدام اندازه میتواند صرف تاجیکی و مردمی بودن آن را نگاه دارد؟ فلک سالهای پیش بود، نه آنقدر، یعنی محدود بود. فلک محدود بود. نیکی بعد از به میدان هنر آمدن استاد آدینه هاشم، فلک معلوم و مشهور گشت، هم در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان. خب این یک. دوم همین که بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان، وقتی که سردار دولت به فلک مقام دولتی داد، یعنی این از آن شهادت میدهد که جوانای امروزه درباره ژانر فلک بسیار کوشش و غیرت به دست دهند و این را همچون میراثی بای نیاگان قدیمه قبول کرده توانند. و خوشبختانه امروز همین خیلی هم هست. در خود شهر پاریژ فرانسه سبک فلک را ما برده نشان دادیم. دیروزک در خود مملکت امریکا فلک ما صدا داد. این از آن شهادت میدهد که فلک ما امروز فلک شاد است، خرسندی هست. یعنی ما مردم تاجیک مردم کوهن بنیاد هستیم و می توانیم که باز هم همین خیل ژانرهای موسیقی فلک رو تا فلک رو برده رسانیم. استاد بسیار شادم از دیدارتون، در این صحبت اشتراک داریم. من از خوردی با سردهای شما بگیم کلان شدیم. استاد عزیز، شما در برابر آوازخوانی با مهارت و مشهور داشتنتون، شما هنر نوازندگیتون بسیار در سطح بلند است. این ما بهای خوب از استاد جورابک نظری شنیدگی هستم. یک سوال هم دارم که تأثیر نواختن خوب شما در آوازخوانیتون و در دوره های جوانیتون چه خیلی با استاد ارباب شایسته صنعت تاجیکستان جورابک نظری شناس شدگی بودید؟ کمی از همون دوره ها یک قصه میکردید. آوازخوانی هست که یگان اسباب رو نواختن نمیتوان، نه که آوازخوانی خوب است. نه که به فکر من آوازخوانی که خودش نوازد و خودش سرایت، این باز یک لحن و یک تأثیر خوبی دارد. و من از خوردی میگم که با دو تار و دمره و با غیجک و با طبله و با تار و تا امروز آمده رسیدم. و وقتی که ما با استاد شادروان جورابک نظری شناس شدیم، من که در آموزشگاه موسیقی میخوندم، در یک توی در افتاباز شیعی میگن حاضر، در همونجا مرا توی دعوت کردن. همونجا جورابک نظری هم اومده اشتراک کرد. از همونجا بعد ما آشنایی پیدا کردیم و بعد دیگر هر روز مرا خونش دعوت میکرد. میگو که فیض علی جان فقط همین نواختن خودت مرا بسیار مفتون کرده است، همین نواختن تار و نواختن غیجک، همین چیزا. یعنی من گفتنی هستم که اکن هنرمندی که در زیر تأثیری همون معنی که از غزل میگیرد و باز او را دو چند با اسباب آرا و تارا میدهد، این البته یک شکوه شهامتی دیگر دارد. برای همین من با جوانها هدایت میکردم که با اسبابهای موسیقی سنتی رو بیارن. یعنی که با دمره و با غیجک و با تار و با رباب و با نی و با چنگ و با لبچنگ و اینا همش اسبابهای نیاگان ما هستند. از آن شهادت میدهد که باز من میگم که ما ملتی کهن‌ترینی روی دنیا هستیم و ما رو علیه دنیا اعتراف میکند با هنرمون، با استعدادمون، با راهبری دولتمون. در آخر من همین را گفتنی هستم که 100 بار و صدها بار شکر استقلالیت دولتی تاجیکستان، شکر راهبری دولت، پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки тоҷикистони моро кураи замин эътироф дорад ва офарину таҳсини офаринҳо мегӯяд. барои ҳамин ман аз телевизиони давлатии сафина хело миннатдор ҳастам ки маро имрӯз даъват карданд. як маҷлиси хубе ороста кардем ва бояд ки ҷавонои мо, миллати тоҷики мо дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи хештаншиносӣ боз ҳам тоҷикистони азизи моро зебову зеботар гардонад. зиндаву саломат бошед.